عزیزان خوش آمدید باز دوباره به برنامه امروز ما. خداوند سپاس میگم به خاطر همه شما مقدسین خدا و همه شمایی که در راهین که مقدس خدا بشید و وارد پادشاهی آسمانی، وارد ملکوت خداوند ما عیسی مسیح. میخوایم با یه دعا شروع بکنیم و قبل از اینکه به درسمون برسیم همه قلم و کاغذ و دفتر دستتون باشه. درس خیلی مهمی داریم امروز در مورد برخاست عیسی مسیح، قدرتی که خدا در مسیح به کار برد که او را از دنیای مردگان زنده بکنه. خداوند سپاس میگیم ای پدر، نام عزیز عیسی مسیح نزد تو میایم و از تو میطلبیم ای پدر که جلسه رو برکت بدی. همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن ای خداوند قوت عطا بکنی در نام عزیزت. میطلبم که قوت تو در زندگی این عزیزان، رشد تو، رشد ایمان ای پدر در روح قوی بشن در نام عزیز عیسی مسیح. همه اینها رو در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح میطلبیم با سپاسگزاری. آمین. آمین. خدا رو شکر میکنیم همه عزیزانی که این برنامه را از طریق فیسبوک میبینن. خیلی خوش آمدید. فیض خداوند با شما باشه. باز تشویقتون میکنم که این درس رو بتونید شما بگیرید و پخش بکنید در این، بذارید من اینو پستش بکنم در سایت دیگه‌مون. این درس رو شیر بکنید در فیسبوکتون، در سوشال میدیا. اگر توییتر اکانت دارین این درس ها پخش بشه که عزیزان دیگه هم بتونن از این درس ها استفاده بکنن. و باز اگر سوالی دارین در بین درس میتونید اینجا بنویسید و من آخر درس بتونم به شما امروز جواب بدم. خدا رو سپاس میگیم. درسمون امروز راجع به کتاب افسسیان. باز قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم میخوام تشویقتون بکنم که قسمتی از همکار نجات بشید. خواست خدا اینه که همه ما بار انجیل رو حمل بکنیم. پولس به کلیسای فیلیپیان می‌نویسه در ابتدای انجیل در باب 4 فیلیپیان میگه هیچ کس در دادن و گرفتن با من شریک نشد بجز شما. یک کلیسا بهش کمک کردن برای پخش انجیل. و بعد میبینیم با کلیساهای دیگه هم راجع به این صحبت میکنه. در به قرنتیان، دوم قرنتیان باب 8 و 9 فقط راجع به این مسئله صحبت میکنه، راجع به دادن، کاشتن دانه برای محصول جان انسان ها. اینه که تشویقتون میکنم. خدا رو سپاس میگم به خاطر همه شمایی که وفادارین. ماهیانه اگه بتونید $50، $20، $30، $10، هر چیزی که توانایی دارید، $100. یه برادری هست برای ما ماهی $5000 میفرسته، برادر آمریکایی. من آرزوم اینه که یک ایرانی این کارو بکنه که ما این باریو که متعلق به ماست دارن خارجی ها برای ما حملش میکنن. آرزوی من اینه که یک ایرانی این کارو بتونه بکنه. میدونم خدا به شما برکت داده، به خیلی از شماها، و برکت خواهد داد که بتونید در هر کار نیک، انجیل میگه بذل و بخشش داشته باشید. باز میتونید از طریق پیپل، از طریق اینترنت، از طریق وبسایت ما rezasafa.com، طریق‌های مختلف، یا اینکه پول بذارین توی پاکت بپیچین، یه مقدار کاغذ دورش با پست بفرستین. همه اینا ممکنه. اینی که اگه برین توی nejat.tv.org یا rezasafa.com این اطلاعات برای شما هست. اوکی، امروز درسمون راجع به کتاب افسسیان باب 1 و ما در آیه 20 هستیم. هر هفته ما یه آیه رو با هم مطالعه میکنیم و امروز در باب 1 آیه 20 با هم مطالعه میکنیم که میگه در مسیح. آیه 19 رو 2 هفته پیش مطالعه کردیم و چه مقدار از عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی نشانید. ما داریم هفته قبل راجع به این عمل
توانایی خدا داشتیم صحبت میکردیم، عمل قدرت او، قوت او که همون کلمه دونامیس بود استفاده کردیم و این دونامیس رو خدا در مسیح عمل کرد، در مسیح عمل کرد چون اون رو از مردگان برخیزانیم. میخوایم راجع به این عمل کرده این قدرت خدا صحبت بکنیم. این کلمه عمل کرد به زبان یونانی کلمه به نام انرگیو یا انرخیو، بستگی داره چجوری به چه زبانی اینو بگی. انرگیو از دو تا کلمه میاد، کلمه ان یعنی در و بعد کلمه دومش کلمه ارگان یعنی کار، در کار یا در عمل. به زبان انگلیسی ما کلمه انرژتیک رو میگیریم، یعنی پرعمل، قوتدار. اون کاری که فعاله، اون کاری که عمل کرد داره، اون قوتی که خدا در مسیح به کار برد که مسیح رو از دنیای مردگان بلند بکنه. انرژیو یعنی انرژی، کلمه انرژی ما به زبان فارسی همون از همون لغت میاد. انرژیو یعنی انرژی یا عمل کرده یک قدرت. انرژی قدرتیه. ما راجع به انرژی خورشید صحبت میکنیم، انرژی هسته‌ای صحبت میکنیم. یه قدرتیه که عمل کرده، در کار، این فعاله، دائم در کاره. یک قدرتی که مؤثرانه کار میکنه، مؤثره. یه انرژی که جلو گذاشته میشه، به جلو میره، در کاره، یک نتیجه‌ای به عمل میاره. مثل آتش وقتی روشن میشه، انرژی که حرارتی که داره باعثی عمل کرده میشه، یک نتیجه‌ای ازش گرفته میشه، یا غذا درست میشه یا چیز سوخته میشه یا غیر از ذلک. اینه که یه انرژی که انرژی یعنی خنثی نیست، انرژی نیست که ثابت باشه و کاری انجام نده. مثل انرژی اسمش به فارسی نمیدونم، انرژی که موج دریا ازش گرفته میشه، این انرژی ثابته. آب که ثابته، انرژی ثابته. وقتی این آب به حرکت میافته، توی روان میافته، توی جوبی میافته، توی رودخونه میافته، این انرژی شینتیک بهش میگیم به انگلیسی، این انرژی یهویی حرکت عمل کرد پیدا میکنه. بعد از این میتونن سد بسازن جلوی سد و ازش برق بگیرن و غیر از ذلک. اینه که انرژی یعنی یک قدرت، یک فعالیت، یک عمل کرد. خدا در اون قدرتی که درش وجود داره در مسیح عمل کرد. یک چیزی اتفاق افتاد در روح مسیح، در نفس مسیح، در جسم مسیح رو از دنیای مردگان زنده بکنه. این کلمه رو ما در جاهای مختلف میبینیم. اگر برگردیم به انجیل این آیات رو بنویسید. به عنوان مثال اینو ما در کتاب غلاطیان باب 2 آیه 8 میبینیم. پولس میگه زیرا او که برای رسالت مختونان در پتروس عمل کرد، در من هم برای امتها عمل کرد. این کلمه عمل کرد همین کلمه انرژیو کلمه انرژیو یعنی قدرت عمل کرد خدا. همچنین در اول قرنتیان باب 12 ببینیم در مورد هدایای روح القدس که خدا در ما ایمانداران، کسایی که به مسیح به عنوان خداوند ایمان میارن، عمل میکنه. راجع به 3 فعالیت و نعمت و هدایا صحبت میکنه و خدمت. در آیه 3 میگه و نعمت ها انواع است ولی روح همان. آیه 5 میگه و خدمت ها انواع است اما خداوند همان. و آیه 6 میگه و عمل ها انواع است
لکن همان خدا همه را در همه عمل میکند. این کلمه عمل کردن باز همون کلمه انرژی یا انرژی خدا در ما کار میکنه که این هدایای روح القدس در کار باشه. کلام خدا همچین انرژی داره. در اول تسالونیکیان باب دوم آیه 13 میگه و از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر میکنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودی یافتید آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فی الحقیقت است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل میکند. اینی که وقتی یک کسی این کلام رو دریافت میکنه، این کلام درش انرژی خداست. برای همینه توی ایران دارن جلوی انجیل رو میگیرن. دولت شریر اسلامی ایران داره جلوی انجیل رو میگیره. به جای انجیل حقیقی انجیلی چاپ کردن به نام انجیل بارناباس. انجیل قرن 16 هم یه فردی که مسلمان بود نوشته اینو. میگه این انجیل اصلی، میگن تعریف شده این انجیل درسته. چرا؟ چون که راجب محمد تو این انجیل صحبت میکنه. عیسی مسیح راجب محمد صحبت کرد، در حقیقت نبوت کرد، گفت بعد از من پیامبران دروغین بسیاری خواهند اومد، محمد یکیشونه. اینه که این انرژی که در کلام داره چرا جلوشو میگیرن؟ با اینکه قرآن میگه، قرآن آیه هست دقیقاً الان یه خاطرم نیست در چه قسمتش میگه، ولی اگر در مواردی که ما به شما اطلاع میدیم شک دارید به گفته های قبل از ما توجه بکنید، به کتب قبل از ما که منظورش انجیل و توراته. اینه که اینها به قرآن هم ایمان ندارن چه برسه به انجیل. دولت شریر اسلامی ایران ضد قرآن در حقیقت، چون به قرآن انجیل که کتاب مقدس خداست، اینها انجیل رو میگیرن میسوزونن، جلوشو گرفتن، افرادی که انجیل رو پخش میکنن زندانی میکنن. اینه که این دولت شریر حتی به اون چیزی هم که موعظه میکنن ایمان ندارن. اینه که انجیل چرا جلوش گرفته میشه در کشورهای اسلامی؟ توی عربستان و سعودیه اگر شما یه انجیل داشته باشی دستت به عنوان عرب، حکمت حبس ابدی. ببینید چیه اینها چقدر از انجیل کلام خدا میترسن. ولی انجیل میفرماید که کلام خدا نمیتونه در حبس باشه، نمیتونه در زنجیر بیفته. هرچی ببندن خدا یه در دیگری باز میکنه. الان از طریق این ستلایت داره میاد، از طریق رادیو، از طریق همه چیز که این انجیل پخش بشه بین مسلمان‌ها. چرا انجیل میفرماید انجیل رومیان باب 1 آیه 16 قدرت خداست، انرژی خداست. میخوای انرژی خدا رو؟ افراد میان توی جلسات ما برای دعا انرژی دریافت بکنن. من میگم میخوای انرژی میخوای دریافت بکنی، یه انجیل بگی شروع کن بخوندن. و خدا رو شکر امروز انجیل همه جا هست. توی همه جا میتونی شما بری انجیل رو بخونی، توی اینترنت، توی تلفنت، همه جا برات این امکان وجود داره که شما بتونی انجیل رو چیکار بکنی؟ مطالعه بکنی. اینه که این عقیده ای که میترسن مسلمان ها از انجیل. چرا؟ چون انجیل قدرت خداست. من یه داستانی شنیدم راجع به یه آقایی که توی یکی از دهات ایران لبنیاتی داشت، یکی بهش انجیل میده، نمیخونه این انجیل رو برمی‌داره کاغذش رو میبره میذاره توی پنیر میده به مردم، میفروشه به مردم میرن. یه آقایی که پنیر میخرید ازش، این پنیر رو که میخوره صبح این ورقه رو میخونه، راجع به عیسی نوشته بود. میره روز بعدش میگه آقا خواهش میکنم این پنیری که من میدی روی هم ورقی که دیروز پیچیدی بپیچ. روی هم ورقه انجیل باز براش میبره میبره خونه. و بعد از چند روز یا چند هفته ایشون خوندن از این کتاب‌هایی که ورق‌هایی که پاره شده نصفش نیست، ایشون ایمان میاره. ایمان چجوری پدید میاد؟ از شنیدن پیام انجیل، پیام عیسی مسیح. اینی که انجیل انقدر درش قدرت وجود داره. میخوای انرژی بگیری؟ افسرده‌ای، شروع کن به خوندن انجیل. و نه فقط خوندن، بلکه تعمق بکن اون چیزی که میخونی. اون کلام زنده است، کلام فعال، عمل کرد داره، قدرت مافوق طبیعی خداست. ببینید در کتاب متی باب 14 آیه 2 میفرماید و به خادمان خود گفت این است یحیای تعمید دهنده که از مردگان برخاسته است
و از این جهت معجزات از او صادر می‌گردد، قدرت از او صادر می‌گردد. صادر می‌گردد این کلمه انرژی یعنی کلمه ای که داره به ما میگه که معجزه از این طریق خدا عمل میکنه، از طریق یک ایماندار. انجیل میگه ایمانداران بر مریضان دست خواهند گذاشت و ایشان شفا خواهند یافت. چرا دست ماست که روی، برای همین من میگم شما دستتو روی تلویزیون بذار من برای دعا بکنم، چون یه تماسیه، نقطه تماسه، ما بهش میگیم نقطه تماس بین قدرت خدا که در ما کار میکنه و شمایی که احتیاج به شفا، آزادی، مرض، هر چیزی که هست داری. اینه که یه قدرتی از دست ما خارج میشه، از دست یکی ایماندار خارج میشه. یه قوه‌ای در بدن یکی ایماندار، یه انرژی در بدن یکی ایماندار در کاره. من بعضی جاها که میرم افراد حتی نمیدونن که من مسیحی ام، ولی یه چیزی هست در من خدا گذاشته، در شما ایماندار خدا گذاشته که باعث جذب این افراد میشه. یه بار من سوار هواپیما شدم، صندلیمو من جلو گذاشته بودم، خانم و پسرم با یکی از اعضای دفترمون اومدن توی سفر با من میرفتن، اینها عقب نشسته بود. من اول سوار شدم، شماره منو خطا کردم، من سوار شدم. کنار من یه خانومی نشسته بود مسن سال، ایشون دیدم خیلی افسرده است، خود گریه میکرد. شروع کردم باهاش صحبت کردن. همین شروع که به صحبت کردم، کلام خدا رو که براش آوردم، این زن مثل که اصلا قوت گرفت. 5 دقیقه بعد از صحبت من، ایشون خانم آمریکایی بود، ایشون می‌خواست قلبش رو بده به عیسی مسیح. گفتم میخوای؟ پدرش فوت کرده بود، خیلی پدرش رو دوست داشت و این براش خیلی مسئله چیز بود. گفتم میخوای امروز قلبتو بدی به عیسی مسیح؟ و همونجا همه حالا شده سوار هواپیما میشدن. دستشو گرفتم براش دعا کردم. خانوم و بچه‌م و همکارمون سوار هواپیما شدن، دیدم من دارم برای یکی دعا میکنم. همونجا نجات پیدا کرد. چیه این؟ انرژی خداست، انرژی خدا در ما. هر جایی میریم این انرژی با ما میره. این قوت الهیه، این دونامیسه، قدرت الهیه که خدا در هر ایمانداری کاشته، در وجود یک ایماندار در کاره و هر چی با ایمان عمل بکنی انرژی قدرتش بیشتر میشه. مثل انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای میذارنش توی مکانی به این کوچیکی و این انرژی اگر به یه حدی بیفته، بهش میگن critical weight، به یه حدی بیفته این انفجار پیدا میکنه و اون انرژی که درش نهفته است باز میشه، میتونه میلیون ها هکتار زمین رو از بین ببره، زمین و ساختمون و هر چی رو در بین راه داره بسوزونه. یه چیزی به این کوچیکی چیه؟ انرژی هسته‌ایه. حالا اون انرژی که در ماست 10 میلیون برابر از این قدرتش بیشتره، چون اون انرژی نمیتونه یکی رو شفا بده، ولی انرژی میتونه. یه انرژی میتونه دیو بیرون بریزه، یه انرژی میتونه یکی که از افسرده است آزاد بکنه، یه انرژی میتونه یکی که میخواد زندگیشو خودکشی بکنه آزاد بکنه، یه انرژی میتونه یکی که معتاد مواد مخدر 20 سال 30 سال آزاد بشه. این انرژی الهیه. یا آقای برنامه ما رو نگاه میکرد، ایشون با معتاد بود، 20 خورده سال اعتیاد داشت، با دوستش که دکتر از این دکترایی که برای افراد معتاد کار میکنن که اینها رو پاک بکنن بدنشون رو، اینا خونه هم بودن، داشتن برنامه ما رو نگاه میکردن. من آخر برنامه گفتم دستتو بذار روی تلویزیون، اگر معتادی خدا تو رو آزادت میکنه. این دوستش به این آقای دکتر نگاه گفت شما چی فکر میکنید؟ گفت ما چیزی نمیتونیم ببازیم، دستتو بذار ببینیم چی میشه. میگه دستشو گذاشت روی تلویزیون، یه چیزی وارد بدنش شد، میگه تمام بدنش این حس رو کرد و وقتی دستشو برداشت حس کرد از اعتیاد آزاد شد. روز بعدش چند روز بعدش رفتن بیمارستان، خونشو برای آزمایش گرفتن، ببینن آیا توی خونه این یک ذره توی خونه این از مواد وجود نداشت. به طور کل این مرد 20 خورده سال معتاد انواع و اقسام مواد بود، آزاد شد. این چیه؟ انرژی خدا که از اینجا منتقل میشه 10,000 مایل میره وارد، از یه تلویزیون وارد ایران. چیز خیلی عجیبیه. یه روز آقای برنامه ما رو داشت نگاه میکرد، گفتم خب اینم این چیزی که ایشون میگه درسته یا نه؟ میگه دستمو گذاشتم روی تلویزیون، دستمو که گذاشتم روی تلویزیون این صفحه تلویزیون آب شد، دست من رفت وارد تلویزیون شد، دست شما رو اونجا گرفت.
از اون ور. همچین چیزی از لحاظ فیزیکی، از لحاظ طبیعی غیر ممکنه. چیه؟ ما به این میگیم آیات، به این میگیم معجزات، به این میگیم قدرت الهی، یه چیزی که انسان براش غیر ممکنه بتونه انجام بده. این قدرت چیه؟ قدرت خداست. در یک ایماندار چیکار میکنه؟ کار میکنه، عمل میکنه. چرا عمل میکنه؟ چون که یک ایماندار میتونه جلوی این قدرت رو بگیره با زبانش، بگه نه آقا اینجور حرفا نیست، این شما چرت و پرت همینجا جلوی قدرت رو میگیره با اون حرفی که میزنه. چون خداوند فرمود اگر با زبانت بگی و در قلبت اعتقاد داشته باشی، مطابق اون چیزی که میگی برات خواهد شد، چه مثبت چه منفی. بعضی افراد هستن همش منفی میگن این آره اینطور شد، این به محض که من متوجه این افراد شدم جلوشون عطسه میکنه میگن سرما خوردی. نه عزیز، چه سرما خوردیم؟ ما یه عطسه کردیم، یه گردی خاکی رفت توی دماغ ما، عطسه کردیم. حالا یه لعنت گذاشتن رو سرما. هر کی اینو من میگه من نه سرما نخوردم، من سرما نمیخورم. اینه که اینا منفیگران، منفی بافن. چرا؟ چون قلبشون همش منفی رفته، همش منفی شنیدن، منفی دیدن، همش وارد قلبشون چیز منفی شده. اینی که حرفی هم که چون زبان از اون چیزی که قلب پره صحبت میکنه. میخوای ببینید توی قلب یکی چیه؟ به زبونش گوش بده، به حرفش گوش بده. حرفش من چند از اعضای خانواده‌ام و اینا وقتی ما هم صحبت میکردن، تمام حرفشون راجع به غیبت دیگران بود. این نشونگر چیه؟ نشونگر این که در درونشون تشنه شکست دیگرانن. یه همچین فردی که تشنه شکست دیگر، غیبت یعنی این. غیبت یعنی شما داری بدی دیگران رو اعلام میکنی. بودن تو ایران زمان ما بود، می اومدن تو این محله ها اونایی که شیپور میزدن بره، بعد تازه خون بود، روزه خون بود، توزیع خون بود، چی اسمش نمیدونم، از این پرچما داشت. حسین سرش کلش زده شده بود، حسن رو دستشو بریده بودن، خون از این خنجره می اومد. برای بچه ها قصه تعریف می‌کنه. قصه ای که برای بچه ها تو ایران بود راجع به این که حسن سرش بریده شد، حسین دستش رفت، اون یکی پاشو همش راجع به این بود. این چه مذهبیه که من به بچه ها حتی اجازه نمیدادم که یه چیزی که درش یه مقدار خشم وجود داره توی تلویزیون نگاه بکنن، چه برسه به این که یه عکسایی ببینن که یکی سر یکی دیگر رو زده. اینا اصلا از فهم انسانی، دنیای انسانی، اسلام از دنیای انسانی خارج شد. 1500 سال پیش اماماشونو کشتن، هنوز دارن برازشون روزه میخونن. ای بابا، اگر این امام توی بهشته که چه داری براش روزه میخونی؟ اگر توی جهنمه که با روزه خوندن تو کاری نمیشه کرد، رفته وارد جهنم شد. اینا دیگه ببین چه طرز فکری دارن، چه جوری فکر میکنن که این لعنتی رو که 1500 سال پیش وارد مذهبشون شد دارن میخوان به همه پخش میکنن. عجیب. ما به بچه هم حتی اجازه ندیم یه حرف، یه کلمه خشونت آمیز از دهنشون خارج بشه. چه برسه به این که من بچه هم اگه یه حرف زشت بزنن، فوش که نمیدونستن چیه، تا حالا فوش نشینه بودن که فوش بدن، ولی اگه حرف زشت بزنن من دهنشون رو با صابون میشستم. میگفتم دهنت کثیف شده، بذار با صابون بشورمش تا این کلمه زشتی که گفتی، نه فوش. مثلا به خواهرش میگفت تو چقدر زشتی، میگفتم زشتی، این کلمه زشت رو بذار دهنتو بشورم الان کثیف شده دهنه. اصلا اینا لغت بد نمیدونستن تا اینکه بزرگ شدن وارد مدرسه شدن، از مدرسه یاد گرفتن. چه برسه به اینکه به اینا راجع به مرگ، راجع به کشتار، راجع به سر زدن و بی‌دلیل نیست این مسلمان‌ها انقدر وحشی و خونخوار و تشنه کشتار مردم. چیه؟ از بچگی به اینها خوروندن. این انرژی که در ما وجود داره انرژی مرگ نیست، انرژی غیبت نیست، انرژی کوفتن دیگران نیست، بلکه انرژی بلند کردنه، انرژی شفا دادنه، انرژی محبت. خدای محبت میخواد همه بسازن، همه ساخته بشن، همه رو میخواد بسازه، همه رو میخواد درست کنه. این انرژی که در ما وجود داره، اینی که ما با این انرژی میتونیم جلوی انرژی رو بگیریم. با گفتن خداوند با من صحبت کرد سالهای پیش، گفت مواظب باش با زبونت در مورد دیگران چی میگی، چون اگر در مورد افراد بد بگی، غیبت اونها رو بکنی،
بدی اونها رو اعلام بکنی، بعد جلوی قدرت خدا رو میگیری. چون انجیل میگه، یعقوب میگه از یک زبان نمیتونه هم آب شیرین بیرون بیاد از یه چاه، هم آب شور. وقتی شما بد میگی، بد تعریف میکنی، آب شور داره ازت بیرون میاد. این آب شور غیر ممکنه همزمان دعا بکنی و دعا جواب داده بشه. برای همینه خیلی از ایمانداران جلوی دعاشون گرفته میشه. نه خدا جلوشون رو بگیره، خودشون با زبونشون، با این حرف منفی که میزنن، با این حرف هایی که راجع به دیگران بد میگن، راجع به این بد میگن، راجع به این کلیسا بد میگن، راجع به این بد میگن. یا آقای برای من نامه نوشت گفت برادر این تلویزیون این کارو میکنه، این شخص این کارو میکنه. گفتم عزیز اگر تو این عیبشو میبینی براش دعا بکن که خدا بهش این فهمو بده که این کار ادامه نده. اگر عیبو میبینی در دیگران یعنی تو سازنده ای. من اگه ببینم یه ماشینی یه صدایی میده بگم این صدا دلیلش برای اینه که یه چیزیش تو اینجا خرابه، نشونگر اینه که من میتونم این چیزو چیکار بکنم؟ تعمیر بکنم. ولی من و شمایی که مکانیکی نمیدونیم، ماشینم حالا 100 تا صدا در بیاره، نمیدونیم چیه مشکلش. ولی یه کسی که میدونه این صدا از چیه، میدونه مشکل چیه، نشونگر اینه که شما تعمیر کننده ای. حالا به جای اینکه این مشکل رو به همه اعلام بکنی، ماشین من چرخش شکسته، ماشین من چرخش شکسته، کسی داله این کارو بکنه؟ تا حالا دیدی یه مکانیک بره توی خیابون بگه امروز 5 تا ماشین 6 تا چرخشون شکسته، موتورشون شکسته؟ که بهش گوش میده. این مکانیک چون هدفش اینه که بره یه چیزی رو چیکار بکنه؟ بسازه، تعمیر بکنه. خدا میخواد ما تعمیر کننده باشیم. برای همین کلام خدا ببینید در کتاب غلاطیان باب 5 آیه 6 ببین چی میگه. ببین چقدر مهمه. میگه زیرا که ما به واسطه آیه 6 میگه و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه مختونی، بلکه ایمانی که به محبت عمل میکند، یا ایمانی که از طریق محبت عمل میکند. ایمان چی جوری؟ انرژی ایمان چی جوریه؟ گفتیم این کلمه عمل کردن، این کلمه همون کلمه انرژیا. من انرژیشو بیشتر دوست دارم، خیو بیشتر دوست دارم. انرژیو اسپانیایی ها میگن انرژیو یعنی چی؟ یعنی این ایمان، عمل کرده ایمان، قدرت ایمان به وسیله محبته. محبت اگه وجود نداشته باشه، اگه محبت عمل نکنه، ایمان نمیتونه عمل بکنه. باز یه دلیلی که خیلی از ایمانداران ایمانشون فعال نیست، دعا میکنن جواب نمیگیرن، به یه کاری دست میزنن موفق نمیشن. چرا؟ چون که ایمانی که درشون وجود داره، ایمانشون فعال نیست. چرا؟ چون محبت توی قلبشون عمل نمیکنه. با محبت راه نمیرن، نمیخوان دیگران رو بسازن، به فکر خودشونن، میخوان دیگران رو میکوبونن، دیگران رو انتقاد میکنن، از این بد میگن، از اون بد میگن، خودخواهن، هرچی میخوان برای خودشون میخوان. بخشندگی درشون وجود نداره، محبت درشون وجود نداره. اینه که اینها جلوی ایمان رو میگیرن، اینه که اینها دائم وابسته به ایمان یکی دیگر. برادر رضا برای من دعا بکن، برادر حسین برای من دعا بکن، برادر علی، همه امامای اسلام گرفته تا امامای مسیحیت، اینا طلب دعا میکنن. البته دعا اشکالی نداره، میگه انجیل میگه برای هم دیگه دعا بکنید، ولی نه اینکه هر چیزی من احتیاج دارم برم پیش حسن آقا، برم پیش حسین آقا، برم پیش آقا رضا. خدا نمیخواد اینو. خدا میخواد شما ایمان شما عمل بکنید، شما در ایمان رشد بکنید، شما در ایمان، شما باعث برکت دیگران بشید، بار دیگران رو شما حمل بکنید. خدا میخواد ما حمل کننده بار باشیم. اینه که این خیلی مهمه. من دیروز یه کلیسای پیدا کردیم توی شهر ایرواین که جلساتمون رو از این پنجشنبه شروع میکنیم. تشویقتون میکنم بیاین به ما بپیوندیم پنجشنبه ساعت 6 شب. و آقای خیلی فوق العاده این شبان این کلیسا عزیز بود، به من گفت شما احتیاج نداره پول بدی. گفتم من هیچ چی مجانی دوست ندارم. من دوست ندارم هیچ چیزی مجانی دریافت بکنم. اینه که ما کمک میکنیم، نه تنها کمک خواهیم کرد، بلکه اگر کاری توی کلیسا هست، گفتم اعضای کلیسای ما اینها قلب بزرگی دارن، همش میخوان کار بکنن.
و اینه که اگر چیزی وجود داره شما به من بگید، ما توی کلیسامون میایم انجام میدیم. Javier says the video has ended. اینه که بهشون گفتم که اوکی، بهشون گفتم که این ما اعضای کلیسا ما اگر چیزی اینجا کمکی، ما علاقه دادن، انجیل میگه فرخنده تر از گرفتنه. محبت میده همیشه، محبت میبخشه همیشه، محبت همیشه بلند میکنه، محبت همیشه میسازه، محبت همیشه به فکر دیگرانه. محبت، من یه حرفی زدم، گفتم ما بار حمل میکنیم، ما حمالیم. حمال اگه میخواد یکی به ما فوش بده بذار اینو بگه برادر رضا حماله. ما حمالیم یعنی چی؟ ما حمل میکنیم. حمالی کسی که حمل کننده است. من پدرم توی بازار مغازه داشت، بیچاره این افرادی که حمال بودن بیچاره همه آدمای پیر بودن، چقدر بار میذاشتن روی کوله اینا حمال بودن. یه حمال یک کسی که محبت داره، محبت میکنه، محبتش عمل داره، این حماله، بار حمل میکنه، بار اینو حمل میکنه، بار اونو حمل میکنه، به این پول میده، به اون پول میده، به این پخش انجیل پول میده، به این کمک میکنه، برای این دعا میکنه. این یک کسی که دائم در حال دادنه. انجیل میگه دادن مقامش بالاتره، فرخنده تر از، پربرکت تره تا گرفتن. وقتی شما میگیری خودت برکت میبینی، ولی وقتی میدی هم خودت برکت میبینی، هم اونایی که دریافت میکنن و هم اونایی که میشنون راجع به این دریافت. شما عزیزانی که سخاوتمندین، من جای مختلفی که میرم راجع به سخاوتمندی شما صحبت میکنم و این افراد رو تشویق میکنه، دیگران رو تشویق میکنه. اینه که هم شما بخشیدنت باعث برکت ماست، باعث برکت خودت و باعث برکت دیگران که میشنون. این محبت بخشنده است، محبت درش دادن وجود داره و این محبت وقتی در عمله ایمان کار میکنه. محبت وقتی در عمله کارگر ایمانه. اگر در ایمانت در دعات مشکل داری، چک بکن قلبت. رادیاتورت اشتباه داره. اون چیزی که توی قلبت بایستی کار بکنه محبت رو به عمل، چون محبت خدا در قلب ما انجیل میگه ریخته شده. ولی شما با زبانت، با فرهنگ اسلامیت، با تفکرت داری جلوی محبت رو میگیری. به جای اینکه بخشنده باشی خسیسی، به جای اینکه خوب بگی بد میگی، به جای اینکه تعریف خوب بکنی غیبت میکنی. اینه که دائم مشکل چی داری؟ مشکل پخش کلامو داری. اینه که من تشویقتون میکنم، اگر میخوای ایمانت فعال باشه، اگر میخوای معجزات ببینی، اگر میخوای قدرت خدا توی زندگی دیده بشه، اگر میخوای تو اون کاری که دست میزنی برکت ببینی، هر کاری که خدا میخواد ما دست بزنیم، خدا میخواد ما درش برکت ببینیم. من الان وارد یه فیلم فستیوال شدم، فیلمی که ساختیم در مورد جفای کلیسای ایران به وسیله دولت شریر اسلامی ایران. این فیلمو ما وارد فستیوال مختلف کردیم. الان رفتم توی یکی این فستیوالا خودم شرکت کنم. این آقایی که مسئول، خیلی فیلمسازا اونجا زیاد بودن، فیلمسازای خیلی معروف، افرادی که تهیه کننده های معروف و غیره. این آقایی که مسئول اونجا بود از همه بیشتر خوشش اومده بود. فیلم منم به اندازه اون ماهریت اونهای دیگه نبود، حتی به فینال نرسید فیلم ما، ولی که اونهای دیگه رسیدن و خیلیشون برنده شد. ولی منو هی میبرد اینجا، به این معرفی میکرد، به این تهیه کننده، به این کارگردان معرفی میکرد، به این آقایی که فیلم پخش میکنه تهیه. من آشنا کرد با همه، هر جایی میرفت منو به خانواده‌اش معرفی کرد. یعنی مثل که اصلا یه لطفی خدا توی قلب این مرد گذاشت در مورد من. چیه؟ این برکت الهیه. خدا انجیل میگه ورودت برکت خواهد شد، خروجت برکت خواهد شد. آمدنت برکت، رفتنت برکت. وارد شهر بشی برکت میشی، وارد دهات بشی برکت میشی، وارد کوه بشی برکت میشی. این پیام خداست. تثنیه باب 28. اینی که خدا میخواد شما برکت ببینید، ولی این محبت باید در کار باشه. ببین چی میگه؟ ایمانی که به محبت عمل میکند. این ایمان قدرت خداست، انرژی خدا رو
ریلیس میکنه، باز میکنه، انرژی خدا از ما بیرون میاد. اینجا میگه دعای یک فردی که صادقه، یک فردی که نیکه، فعاله. عیسی خداوند گفت اگه دعا تو با ایمان بکنی جواب خواهی گرفت. اینی که ایمان این قدرت الهی رو باز میکنه، از طریق ما بیرون میارتش. برای همین خیلی مهمه ما این قدرت الهی دریافت. ببین در کتاب عبرانیان باب 4 آیه 12 میگه زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت های قلب است. ببین کلام خدا چیه؟ میگه زنده و مقتدر است و در همه چیز عمل میکنه، در قلب ما، در روح ما، در نفس ما، در مفاصل، حتی در مغز استخوان ما. و نیات انسانی را، نیات قلب رو چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. کلمه‌ای که استفاده میکنه، کلمه‌ای که میگه این کلام، میگه کلام خدا زنده است، داره راجع به همین انرژی صحبت میکنه. میگه کلمه خدا انرژی و زنده است، فعاله، کار میکنه. برای همین هیچ کلامی مثل انجیل نیست. انجیل رو یه فردی میخونه، از طریقش میتونه قدرت الهی رو دریافت بکنه. آقای چارلز اسپرجن موعظه‌گر خیلی معروفی بود. ایشون در انگلیس زندگی میکرد. در اون زمان قرن 18 اینا میکروفون و اینجور چیزا نداشتن. اینه که تئاتراشون مردم رو جمع میکردن برای موعظه، اکو سیستم داشت، اینا اکو، صداشون اکو میشد. اینه که ایشون قبل از جلسه در بین روز میره توی این تئاتری که اجاره کرده بودن مردم رو دعوت کنن برای کلام خدا، میخواد اینو چک بکنه ببینید اکوی این سالن چی جوریه. با صدای بلند میگه بنگرید، یوحنا باب 1 آیه 19، بنگرید بر ری خدا که گناه جهان را بر میدارد. دوبار اینو میگه نه صدا خیلی خوبه، صدا خوب میپیچه، میگه جلسه خوبی خواهد. میره از اونجا بیرون. 2 نفر روی سقف این ساختمون داشتن کار میکردن، به ایمان بودن. اینا این صدا رو میشنون، بنگرید بر ری خدا که گناه جهان را بر میدارد. از این کلمه هر 2 نفرشون ایمان داشت. این چیه؟ این قدرت انرژی خداست، انرژی که خدا در مسیح به کار برد و او را از دنیای مردگان زنده کرد. در مورد برخاست مسیح از دنیای مردگان چند تا چیز خیلی مهمه که ما بایستی بدونیم. اینی که عیسی خداوند برخاستن از مرگ او فرق میکنه با برخاستن از مرگ دیگران که قبل از او، مثل ایلازر، مثل اون مردی که از شهر ناین بود و دیگران در زمان عهد عتیق، الیشا چند نفر از مردگان زنده کرد و غیر و ذالک. چه فرق داره؟ میخوایم راجع به این صحبت بکنیم، خیلی مهمه. اگر اناجیلتون رو باز بکنیم به کتاب کولوسیان باب 1 در آیه 18 میفرماید و او بدن یعنی کلیسا را سر است، سر کلیساست عیسی خداوند، زیرا که او ابتداست و نخست زاده از مردگان. این خیلی مهمه، این نخست زاده از مردگان راجع به مرگ فقط فیزیکی صحبت نمی‌کنه، چون قبل از مسیح خیلی از مردگان زنده شدن، بلکه راجع به مرگ روحانیش داره صحبت میکنه. میگه نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقام اول را داشته باشد. عیسی مسیح اولین کسی بود که از حاویه برخاست. افراد دیگه مثل ایلازر به عنوان مثال در یوحنا باب 11 راجع به ایلازر میخونیم که خداوند زندهش کرد، 4 روز در قبر بود، روحش و نفسش وارد دنیای حاویه در اون قسمتی که ابراهیم وجود داره رفتن و خداوند وقتی اینو خطابش میکنه ایلازر بیا بیرون، روحش و نفسش از اون دنیا بلند میشه، وارد جسمش میشه، جسمش زنده میشه و از قبر میاد بیرون. ولی ایلازر بعد مرد، روح و نفسش رفت در دنیای حاویه دوباره تا اینکه روزی که خداوند از مرگ برخاست و نجات برای همه اینها مهیا شد. اینی که
عیسی مسیح تنها فردیه که از دنیای مردگان روح و نفسش از حاویه بلند شد. قبل از او هیچ کس دیگه روح و نفسش از حاویه بلند نشده بود. وقتی میگیم بلند شد داریم راجبه نه فقط از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ تصدیق شدن، از لحاظ نیک شمرده شدن. عیسی خداوند وقتی مرد روحش میدونیم که در روی صلیب، دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 میفهمد که او گناه شد. او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. مسیح روحش گناه شد، برای همین اول روحاً مرد. راجع به این هفته پیش صحبت کردیم. و بعد وقتی روحش مرد جسمش میتونست بمیره. اگه روحش نمیمرد مرگ یعنی قطع رابطه با خدای پدر و روح القدس. برای همین فریاد زد خدای من خدای من، 2 بار اینو گفت. خدای پدر و خدای روح القدس ترکش کردن روی صلیب. چرا؟ چون روح و نفسش شد گناه، جای ما رو گرفت، با ما یکی شد. و اون لحظه که با ما یکی شد، گناه ما رو برداشت، عیسی مسیح روی صلیب روحاً با خدا قطع رابطه پیدا کرد، هم با خدای پدر هم با خدای روح القدس. و وقتی قطع رابطه پیدا کرد جسمش بعد تمام مرضهای انسانها وارد شد، چون اون مرضهای ما رو برداشت و دردهای ما رو برخیش گرفت. و بعد جسمش روی صلیب به محض اینکه اینطور شد مرد. عیسی خداوند وقتی مرد روح و نفسش رفت در حاویه، در جایی که زجر ببینه، در اون چاه عمیق. پتروس بهش میگه چاه تارتارس به زبان یونانی. یه چاهیه که فرشته‌هایی که سقوط کردن، بعضی از این فرشته‌ها در این چاه حفظ شدن، در زنجیر بودن. خداوند وارد این قسمت شد برای عذاب، به خاطر ما عذاب کشید. مزمور 88 راجع به این صحبت میکنه. این مثلا خیلی مهمی، ما توی کتاب این بازخریدم راجع به صحبت کردیم، به زبان فارسی هم میتونید برید از سایت ما اینو دانلود بکنید، سایت کلیسای نجات. اینه که عیسی خداوند وقتی قیمت گناهان ما رو در دنیای حاویه پرداخت، زجر به اندازه کافی دید، خدا مسیح رو زنده کرد. ببینید در کتاب اعمال باب 13 آیه 33 میفهمند که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان میباشیم وفا کرد وقتی که عیسی را برانگیخت یا از مردگان زنده کرد. چنانکه در زبور 2 مکتوب است که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم. یعنی چی؟ من امروز تو را تولید نمودم، یا امروز تو مولود شدی، امروز تو به دنیا اومدی. این داره راجع به چی صحبت میکنه؟ چون خداوند از ازل وجود داشت. یوحنا باب 1 آیه 1 میگه از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. پس چرا میگه امروز تو رو مولودت کردم؟ چرا داره راجع به اون 3 روز صحبت میکنه؟ بعد از اون 3 روز در دنیای مردگان خداوند وقتی قیمت گناهان ما رو پرداخت، به اندازه کافی عذاب کشید، عذاب ما رو کشید. خدا راضی شد از فدیه مسیح. میدونی یکی که شما میزنی بهش عذاب میدی، قانون میگیرت، دولت میگیرت، زندانیت میکنه، قیمت اون گناه رو میپردازی، اون فردی که عذاب دیده راضی میشه شما قیمت گناه رو چیکار کردی، قیمت بدی که بو کردی پرداخت کردی. عدالت برقرار شد. وقتی عدالت برقرار شد و خدا راضی شد، خشم خدا فرو ریخت، به خاطر اینکه خشمش روی مسیح ریخت. مسیح در دنیای مردگان خدا روحش رو چیکار کرد؟ نیک کرد باز دوباره. یا میشه گفت مسیح اولین فردیه که تولد دوباره پیدا کرد. برای همین نخست ساده از دنیای مردگان، اولین کسی که در دنیای حاویه مولود شد. هیچ کسی دیگه قبل از او، هیچ کدوم از مقدسین خدا، ابراهیم، موسی، الیا، الشیا، هیچ کدوم اینها در حاویه اینا تولد دوباره پیدا نکردن، به جز زمانی که خداوند از مردگان برخاست و نجات رو برای اینها مهیا کرد و بعد اون موقع اینها تولد پیدا کرد. اینی که مسیح اولین فردیه در دنیای مردگان که روحش با خدا چون تصدیق شد. اینو ما در اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 میبینیم. این آیات رو بنویسید، خیلی آیات مهمیه. میگه و بالجما سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. عیسی مسیح در جسم شد و در روح
تصدیق کرده شد. این تصدیق کرده شد یعنی عادل شمرده شد. عیسی مسیح بعد از اینکه گناه شد و رفت در دنیای مردگان، عذابو که کشید، قیمتو که پرداخت، خدا که راضی شد، این روح خداوند ما و نفسش تصدیق شدن یا دوباره عادل شد در دنیای مردگان. اینی که میگه در روح تصدیق شد. عیسی مسیح روحش باز دوباره چی شد؟ باز دوباره عادل شد و چون عادل شد، عیسی خداوند باز دوباره میشه گفت تولد دوباره پیدا کرد. حالا در اون دنیای مردگان، در حاویه که اینطور شد، چه اتفاقی افتاد بعد؟ بیارین کتاب کولوسیان باب 2 آیه 15 میگه و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده، آنها را اعلانیه آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. یعنی چی؟ ما دقیقا نمیدونیم با خداوند ارواح شیطانی چیکار کردن در دنیای حاویه، چه عذابی به این دادن، خشم خدا، خشم شیطان چی کشید اونجا. واقعا انجیل برای ما توضیح نمیده. مقدار اینجا و اونجا مثل مزمور 88 برای ما توضیح میده، ولی اصلش رو برای ما توضیح نمیده. اینه که ما در تاریکی هستیم در این مورد. روزی که خداوند رو ببینیم شاید برای ما توضیح بده، ولی میدونیم که عذاب زیاد دید در اونجا و طوری که مزمور صحبت میکنه اگه روش تعمق بکنیم، یه مقدار ایوب هم یه مقدار راجع به این صحبت میکنه، بیشتر میفهمیم که دقیقاً برای خداوند چه اتفاقی افتاد. ولی وقتی روحش تصدیق شد، روح که تصدیق میشه قوت میگیره یا پاک میشه، نیک میشه، این نیکی باعث ظفر میشه، باعث قدرت عجیبی میشه. مثل اینکه توی اتاقی که خیلی خیلی تاریکه یهویی نورافکن شما باز بکنه، همه این اتاق، تمام تاریکی که در این اتاق وجود داره شکسته میشه. اگر ما این نیکی مطلقی که در ما وجود داره درک بکنیم، ترس معناشو از دست میده، مرض معناشو از دست میده، شکست معناشو از دست میده. بفهمیم که ما در مسیح کی هستیم و چه نور عظیمی در ما وجود داره، چه قوت عظیمی در ما وجود داره. اینه که عیسی خداوند وقتی نیک شمرده شد، تمام این مثل که تمام این قوا روی مسیح افتاده بودن و عذابش میداد. میگه همه اینها رو از خودش بیرون کرد، یا در یه ترجمه انگلیسی میگه که he shook off، از خودش تکون داد. مثل که روی این بودن عذابش میدادن. دیدی یکی که میخوان بزنن، چند نفر میافتن روش، میان میزننش حسابی، یکی مش میزنه، یکی لغت میزنه، میگیرنش، انگلیسی بهش میگیم overpowerش میکنن، قدرتشو میگیرن. عیسی مسیح یه همچین کاری باش کردن، دقیقا نمیدونیم چی، ولی اینجا به ما میگه که از خیشتن ریاسات و قوات، تمام اون قوای شیطانی و رؤسای شیطانی رو چیکار کرد؟ بیرون کرده، آنها را اعلانیه آشکار نمود، چون در آنها بر آنها ظفر یافت. به وسیله مرگش بر همه اینها چی شد؟ پیروز شد. ببینید عبرانیان باب 2 آیه 14 چی میگه؟ عبرانیان 2:14 میگه پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. کلمه عظیمیه این، ابلیس رو تباه ساز. تباه یعنی چی؟ یعنی از بین ببر. حالا مسیحیان میگن شیطان به ما حمله کرد، شریر به ما حمله کرد، شریر این کارو کرد، شریر این کارو کرد. اینا دروغ دارن میگن. اینا دارن با احساسات خودشون دارن حرفایی که کلیسا بدون اطلاع بهشون زده دارن پخش میکنن. یه خواهر برادر تازه ایماندار شدن، خیلی من شنیدم اتفاق میفته توی کلیسا، توی دردسر افتادن، مشکل افتادن، تو کلیسا بهش میگفتن چون شما ایماندار شدی شیطان میخواد جلوی ایمانتو بگیره. ای بابا، مثل این که بچه من متولد کردم، بچه شاه متولد شده، بچه رو گذاشتن بیرون که یه تعداد اوباش بیارن بچه رو بزنن، اینو بکشنش. اما همچین چیزی غیر ممکنه. تمام قوای اون پادشاهی از این بچه حفاظت خواهند کرد. مگه کسی میتونه این دسترسی پیدا بکنه؟ من پسرم که به دنیا اومد به هیچ کی این پسرمو نمیدادم، دخترم هم دخترمو پسر، هیچ کی اجازه نداشت اینا دست بزنه.
گفتم بذار من بغلش کنم. گفت نه. خواهرم گفت من بگیرمش. گفتم نه همین بیا اینجا ببینش. نمی اجازه نمیدادم. اینه که حتی به خانواده خودم خیلی اینقدر حافظ اینها بودم. خداوند عیسی مسیح همه این کارا رو برای ما کرد، همه این عذاب رو کشید، همه این چیز رو دید در روح و نفسش، تمام این شکست رو دریافت کرد، تمام این لعنت رو دریافت کرد، لعنت ما رو دریافت کرد. حالا که ما به دنیا اومدیم به خاطر نجات ما این کارا رو کرد، ما که نجات یافتیم حالا ما رو وا میذاره که شیطان بیاد به ما حمله بکنه. ببینید این تداریش چقدر اشتباهه و درش چقدر باعث شکست. به جای اینکه بهشون یاد بدن نه شما پیروزی، شما اینها وقتی شما با رودخونه همشنا میشی، با مسیر آب داری شنا میکنی راحته، ولی به محض اینکه مسیرت برمیگرده ضد آب داری حرکت میکنی بعد مسلمه مشکل میشه. دنیا، سیستم دنیا ضد خداست. ما در این سیستم زندگی میکردیم، حالا به محض اینکه ایمان آوردیم راهمون عوض شد. مسلمه ضدیت داره، خانواده‌مون ضدیت میکنن، جسممون ضدیت میکنه، فکرمون جسمیت، همه چیز با ما ضدیت میکنه. این سیستم دنیویه. اینه که این به جای اینکه اینا رو تقویت بکنن، راجع به قوت روح، راجع به قوت ایمان، راجع به قوت نیکی مطلق باشون صحبت بکنن، هی بهشون بار میذارن، هی الکی بهشون داستان تعریف میکنن. اینه که خداوند میگه چیکار کرد؟ میگه به وساطت مرگ، به وسیله مرگش صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. اینه که ابلیس دیگه صاحب قدرت موت نیست، خداوند ما عیسی مسیح. اینه که ما هیچ ترسی از موت نداریم. ابلیس هیچ کاری نمیتونه با ما بکنه، حتی به ما نمیتونه نزدیک بشه، چه برسه اینکه به ما بخواد حمله بکنه. بعد ببینیم خداوند در اون دنیای روحانی چیکار کرد با این شیاطین روحانی. میگه وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است، داره راجع به شیطان صحبت میکنه، چون قبلش گفتن عیسی مسیح به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون میکنه، ولی خداوند گفت من به وسیله انگشت خدا این کارها رو میکنم. حالا داره راجع به این آینده صحبت میکنه، راجع به وقتی وارد دنیای حاویه میشه. میگه وقتی مرد زورمندی کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی میکنه، دارایی او در امان است. اما وقتی کسی که داره راجع به خودش الان صحبت میکنه، زورمندتر از او، هللویا، زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در می آورد و تیرها و زرهی را که تکیهگاه او هستند میبرد و داراییش را تاراج میکند. کاری که خداوند کرد با قوای شیطانی، حسابی توی محله خودشون کتک زد. من زمانی که تو ایران بودم، کوچیک بودم، خیلی اهل جنگ و دعوا بودم. هر کی می‌خواست با من دعوا کنه میگفتم بیا تو محله ما. توی محله‌مون یه دوستی داشت خیلی قولور بود، اسمش محمد بود. گفتم محمد جون یه آقای اومده میخواد با من دعوا بکنه. گفت نگران نباش من ازش نگهداری می‌کنم. میرم همه‌شون حسابی کتک می‌زد. خیلی قولور بود، دوستای خیلی قولوری هم داشت، منم خیلی دوست داشت. حافظ من محمد توی محله ما بود. اینه که شما حافظ عیسی مسیح و ازت نگهبانی میکنه. و بعد ببین خداوند در پایان چیکار کرد. در مکاشفه باب 1 در آیه 18 میفرماید و من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. ببین خداوند کلید دنیای مردگان رو در دست داره. هیچ کسی، برای همین پولس در اول قرنتیان باب 1 میگه همه چیز متعلق به شماست. یه چیزی که میگه متعلق به ماست میگه مرگه. مرگ متعلق به ماست. دکترها میگن یه فرد که سرطان داره، سرطان نیست که میکشتش، malnutrition، به اندازه کافی این غذای درست بهش نمیرسه، نمیخوره، از گرسنگی میفته، اینه که میکشتش. یا بعضی موقع انقدر خسته میشن از درد این مسئله خودشون دیگه نمیخوان ادامه بدن به زندگی. یکی از افرادی که من میشناختم اینطور بود، و من دیگه خسته شدم با این بجنگم. مرگ برای یک ایماندار یه داراییه. برای همین پولس میگه به من این فرصت داده شده برم یا بمونم. منظور چیه برم یا بمونم؟ مگه تویی که انتخاب میکنی؟ ولی میگه برای موندنم برای شما بهتره که من بمونم.
اینی که مرگ وقتی در خونه در میزنه، موقعی که نرسیده میگه آقا نیست، اینجا کسی خونه نیست، برو اینجا. مرگ دارایی یک ایمان داره، حیات دارایی یک ایمان داره، برکت دارایی یک ایمان داره. اینی که ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح، به وسیله این انرژی که همون انرژی که خدا در مسیح استفاده کرد از مردگان زندش بکنه، همون انرژی در شما امروز وجود داره. همون انرژی میتونه به شما قوت بده، به زندگی شما برکت بده، شما با ایمان راه برید. اینه که دستتون رو بالا ببرید. اگر هنوز مسیح رو به عنوان خداوند قبول نکردید، امروز قلبتون رو بدین به عیسی مسیح، بگین خداوند منو ببخش. اینطور دعا بکنید: عیسی مسیح، با صدای بلند، من ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من مردی و روز سوم زنده شد. از تو میطلبم که وارد قلب من بشی، گناهان منو ببخشی. من تو رو به عنوان خداوند و منجی خودم قبول میکنم. نام عزیز عیسی مسیح با سپاسگزاری میطلبم. آمین. خداوند، از تو میطلبم به همه این عزیزانی که امروز این کلام رو دریافت کردن، این انرژی که درشون داده شده، این انرژی درشون کار بکنه، به وسیله ایمان بتونن جلو برن، به وسیله ایمان بتونن بر تمام قوایی که بر ضدشون بلند میشه پیروز بشن، به وسیله ایمان بتونن در زندگی موفق بشن. در نام عزیز عیسی مسیح اینو از تو میطلبیم ای پدر و نام تو رو جلال بده، در نام عزیزت. آمین. فیض خداوند ما با شما باشه تا روز بعد. آمین.